امروز پسر تاجیک پدرش حرمت نمی کند، دختر تاجیک مادرش حرمت نمی کند، پدرش پخن میگه، مادرش مخن میگه، پدر مادر جان، رئیس به خاطر کارش پدرش پدر جان میگه، مادری رئیس مادر جان میگه. مر به ناموس منبری مادر خت مادر جان بگی، پدر خت منبری پدر جان بگی. مر به ناموس تو چرا از قرآن دور موندی؟ تو از احادیث نبوی دور موندی. قسم به نام الله اگر تو مادر تا دوست بداری هر پگی پای مادر تا بوسه بکن تو پادشاه میشوی، تو آبرومند میشوی. آیا نمیدانیم که بزرگای کم بغل به دعای مادر چی شدن؟ اسحاق در کتاب نوشته است، میگه استاد ما در خواب دیدم، استاد ما در خواب دیدم ریش مبارکش پر از دور یاقوت بود. پگی درس آمدم استاد ما پرسیدم که استاد امشب ما ترا در خواب دیدم ریش مبارکت پر از دور یاقوت بود. استادش گریان شد گفت که بله دیدم مادرم پایلیش در روی زمین گشته بود. من از در آمدم مادر مرقه کردم در بالای کورپچه شناندم بر ایشان پای مادرم تازه کردم. انا این بود که ریشی من تو در خواب دیدی که دور و یاقوت بود. امروز ما با مادر چی میکنیم؟ طرفی مادر داد میزنیم، طرفی زنامان زنک جان و عروچان مادر داد میزنیم. مادری که تو را به دنیا آورد، سببی به دنیا آمدن تو مادر شد، پدر پیر شد. امروز مادر قدر ندارد. مادری که در خبر آمد است که به سوی سه کس نظر کردن عبادت است. یکمش بیت الله را نظر بکن در نام اعمال خدا ثواب می نویسه. بگو که خداوندا این خانه را تو آفریدی، دوستای تو در گرد خانه طواف میکنند، به تو رو پرو میشوند، تو را دوست میدارند. دویمش قرآن را بشکن نظر بکن، بگو خداوندا این سخنی تو است، من دوست میدارم سخنی تو را. سیومش این همی مادرایی که روش جنگ زدگی هستند، این همی پدرایی که پیر هستند، همین را نظر بکن در نام اعمال تو ثواب نوشته میشد، در نام اعمال تو ثواب نوشته میشد.